بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی از ناعدالتی گپ میزنیم میگویند صبر کن، یا وقتی بالای زوجه ظلم و ستم میشود میگویند دخترم صبر کن، یا گاهی میگویند کاسه صبرم لبریز شد. بنده عطاالله منانی هستم و این برنامه باغ نکوکاران. خب موضوع امروزه ما و شما باب صبر است. صبر بسیار این واژه را میشنویم و بسیاری وقت برای ما و شما این مفهوم را تلقین میکنن که صبر کن صبر کن. وقتی از ناعدالتی صحبت میکنید، گپ میزنید، یا از ظلم یا از حق نفری را یک نفر پایمال میکند، صبر کن. معنای صبر چی است؟ مفهوم صبر چی است؟ بیاید اول پیش از آنه که فضیلت صبر یا آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای صابران، برای صبر کنندگان آماده کرده است، درباره آن صحبت کنیم. اول بیاید مفهوم این واژه را بفهمیم که مفهوم این واژه چه است. خوب علما وقتی صبر، کلمه صبر را شرح میدهند، ببینید من با سخن با زبان عربی میگویم و کوشش میکنم که آن را به زبان تاجیکی یعنی شرح دهم یا ترجمه کنم، اما نمیدونم تا کدام اندازه من موفق میشم. خب با زبان عربی وقتی کلمه صبر را شرح میدهند میگویند که معنای صبر یا صبر چی است؟ صبر حبس النفس مما ينبغي ان تحبس عنه مما یقتضیه الشرع. سبحان الله. این را ببینید، یعنی ترجمهش چنین است: داشتن نفس، بازداشتن نفس از هر آن چیزی که باید خودداری کنی. در دوامش میگه مما یقتضیه الشرع، آن چیزی که شریعت، دین اسلام آن را طلب کرده است. یعنی ببینید خداوند ما بندگان را یکمش به اطاعت کردن، به عبادت امر کرده است. دوم از معصیت، از گناه نهی کرده است، منع کرده است که فلان فلان کارها گناه است، معصیت است، از آن خودداری کنید. و اینچنین سیومین چیز یک چیزی است که تقدیر میگویند. ما و شما را با هر چیزی که نفس ما و شما گاه تحمل کرده نمیتواند یا وزنین است، با این چیزها امتحان میکند. در همین سه چیز صبر باید ما و شما صبر را پیشه کنیم. خب یکمش گفتیم خداوند امر کرده است ما را، امر به طاعت خود. انسان وقتی بر طاعت و عبادت خداوند صبر میکند، چنانه که خداوند در قرآن کریم گفته است و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. وقتی الله درباره نماز سخن میکند میگوید که نماز وزنین است مگر برای انسانهایی که در حقیقت خشوع میکنند، انسانهایی که درجه ایمان آنها بلند است. نه هر انسان میتواند بر طاعت خداوند، بر فرمایشات خداوند صبر کند. برای همین اولین صبر این صبر کردن بر چی؟ بر دشواری، بعضی دشواری هایی که در فرمان ها و اجرا کردن طاعت و عبادت پروردگار در این دیده می شود. چنانه که ابو حامد غزالی میگویند نفس انسان سه چیز را دایر از سه چیز است. یکم خداوند در نفس انسان صفت شیطانی را جایگیر کرده است. دوم صفت بهیمی یا حیوانی را جایگیر کرده است و سوم صفت ملائکی، صفت فرشتگان را جایگیر کرده است. همین نفس ما و شما دارای انمی سه صفت یا سه خصلت است. از همون صفت شیطانی و صفت حیوانی نفس ما و شما معصیت به معصیت دعوت میکند و به غضب و به تلاطم نفس ما و شما را
کشاله میکند. خب از همین چیزها خودداری کردن نیاز به چی دارد؟ به صبر دارد. یعنی صبر کردن از هوا و هوس نفس، این هم چی است؟ صبر است. خب و آخران چیزی که سیومین چیزی که گفتیم این چی است؟ صبر کردن بر هر امتحان هایی که از جانب الله تعالی می آید. بنده باید آن را چیکار کند؟ نه تنها صبر، باز یک اصطلاح زیبای قرآنی، صبر جمیل، صبر زیبا. معنای صبر زیبا، بعضا انسان گفتی گپا دندان به دندان میموند و تحمل میکند، یا بعضی نفرهای میبینی که بسیار شکایت میکنند از وزنینی حیات، از مصیبت ها، از مشکلی ها. میگوید که خیلی گذرانده ایستادم همین وزنینی ها را، تحمل کرده ایستادم. آیا همین صبر هست یا نیست؟ صبر جمیل یعنی واژه قرآنی صبر جمیل، صبر زیبا، همین گونه صبر است که انسان همون را با دل گشاد قبول میکنه. انسان هر چیزی که از جانب الله میبیاد آن را با دل گشاد قبول میکند و خرسند و خوشنود است و یقین دارد که خداوند او حکیم است و هر چیزی که از جانب اوست به حکمت نیست. این را میگویند صبر جمیل یا صبر زیبا. برای همین در مصیبت ها مثلا وقتی تسلیت یا دلبرداری بیان میکند، خداوند به شما صبر جمیل عطا کند گفته دعا میکنیم، یا تسلیت خود را، همدردی خود را بیان میکنیم. معنای صبر جمیل این است. یعنی مفهوم صبر از این گفته ها معلوم می شود که انسان به ظلم و ستم را سکوت کرده، قبول کردن، از همین سه تای گفته ما داخل نمی شود. یا به ناعدالتی خاموش ایستادن صبر حساب نمی شود. یا فرزندان را مثلا وقتی چی میکنند؟ نصیحت میکند صبر کن صبر کن صبر کن بر یک چیزهایی که اصلا انسان باید کوشش کند به حل آن، کوشش کند به اصلاح آن. اما این واژه در جای ما خطا استفاده می شود. برای همین صبر بهترین این صبر کردن بر طاعت الله و صبر بهترین این صبر کردن و خودداری کردن از معصیت الله و صبر بهترین و صبر زیبا این صبر کردن و مصیبت ها و تقدیر الهی، آن چیزی که از جانب الله تعالی بالای سری ما و شما می بیاید. خب بنده یک نوار دارم، قصه یکی از بزرگواران تابعین بزرگ که صبر جمیل چگونه می شود در شبکه نجم تیوی هست. ببینید بسیار یک قصه زیبا است، یک از تابعین بزرگوار چگونه در مصیبت هایی که بالای سرشان آمد صبر کردند. برای ما و شما یک درس عبرت می شود و فکر می کنم که بسیاری نفرها شکایت می کنند از مصیبت، از وزنینی زندگی، از رزق و روزی، از کار یا از شریک حیات همسرشون یا فرزندها از پدر و مادر از فرزند یا مشکلات عصر امروزه. ببینید دوستان عزیز، فکر میکنم از همه مصیبت وزنین یا چه گوییم از همه زندگی سنگین ترین را من در یک نفر، در حیات یک نفر دیدم و آن نفر هم باشد بهترین مخلوق خداوند است. ببینید یک نفر را میشناسم که من وقتی به این دنیا میباید یتیم به دنیا می آید. یعنی در بطن مادر 4 ماه بود که پدرش از دنیا وفات میکند. به این دنیا می بیاید بی پدر و مادرش او را به زنی دیگر می دهد تا اینکه شیر دهد به او و همین گونه 4 سال تا 4 سالگیش از مادرش دور می شود. وقتی از آنجا بر می گردد 2 سال همراه مادر زندگی میکنه و هنگام 6 سالگیش مادرش هم از این دنیا چشم میپوشد.
6 سال کودک همراه بابایش میماند. 2 سال دیگر همراه بابایش زندگی میکند. 8 ساله میشود که باباش هم میمورد، به دست عمک میفراید. همین گونه زندگیش میرود، کلان میشود، ازدواج میکند. خداوند دعا میکند برایش فرزند میدهد. فرزندهایش پس هم میمورند. 6 فرزند خود را با دستان خود به خاک میسپارد. از 7 فرزند 6 فرزندش را با دستان خود گرانیده است. تنها یک دخترش باقی میماند، همان هم بعد 1 ماه وفات کردنش از این دنیا می رود. آیا می دانید که هست این مرد بزرگ؟ بله، فهمیدید. این حبیب ما و شما، پیشوای ما و شما، پیامبر ما و شما، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ببینید چقدر زندگی وزنین بر حبیب خدا، ولی با وجود همه همین صبر میکردن، تحمل میکردن، تقدیرات خداوند را با دل گشاد قبول میکردن و گاه وقت محزون میشدن خداوند لا تحزن میگفت، غمگین نشو، هرگز غمگین نشو. ببینید وقتی شکایت میکنید یک چیز را به یاد خود بیارید، یک چیز را. این دعوی ما و شما، این از قفای زندگی دویدن و خانه بنا میکنیم، برای خود گویید که بعد 100 سال، بعد 200 سال چی میموند از ما و شما؟ بعد 200 سال یگان چی باقی نمیموند. شاید نام ما و شما باقی میموند یا نه، این را تنها الله میداند. همه این روزها گذرنده است، همش میگذرد. ما و شما هم از این دنیا میرویم، فرزندان و نبیرگان و یگان نفر باقی نمیماند. شما گمان نکنید که این روزی وزنینه که شما امروز دارید تا ابد باقی میماند. نه، هرگز. همش گذرنده است و روزی می آید که ما و شما زیر خاک میرویم و خداوند زندگی ابدی ما و شما را زندگی آباد گرداند. این بود در بابت صبر، مفهوم صبر. الله ما و شما را از جمله صبر کنندگان، از جمله صابران گرداند و الله حق سبحانه و تعالی چنانی که وعده داده است، در جنت یک دری هست که با نام صبر و از آن در خاص صبر کنندگان وارد می شوند و داخل می شوند. خداوند ما و شما را از جمله چنین بندگانش گرداند. خداوند همیشه یار و مددگارتان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.